درود بر شما. آریانم و توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه هوک یوز ترانزیشن که یه هوک کاربردی داخل ریاکت هست رو با هم دیگه بررسی بکنیم. گاهی اوقات وقتی که استیت رو آپدیت میکنیم، این فرآیند آپدیت استیت و رندر دوباره یو آی ممکنه که زمان بر باشه و این زمان بر بودن هم میتونه به خاطر سنگین بودن پردازش، اون عملیاتی که کاربر داره انجام میده، یا کند بودن دستگاهش باشه. خب حالا مسئله چیه؟ داخل ریاکت وقتی که یک استیت آپدیت کنده و رندر طول میکشه، یو آی ما فریز میشه و عملا کاربر دیگه نمیتونه با المنت های دیگه اینتراکت بکنه. هوک یوز ترانزیشن به ما این قابلیت رو میده که استیت آپدیتی رو که منجر به یه دونه ری رندر سنگین میشه رو نان بلاکینگ بکنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که استیت در حال آپدیت شدن یو آی ما بلاک نشه و بقیه المنت های صفحه اینتراکتیو باقی بمونه و اون آپدیت در پس زمینه انجام بشه. خب من یه مثال آماده کردم. داخل این مثالم دو تا تب دارم، یه تب کاستومرز و یه تب اوردرز و همراه یه دونه سرچ باکس. داخل تب کاستومرز هم یه دونه لیست گنده از 6000 تا یوزر رو دارم رندر میکنم بدون پاجینیشن، بدون هیچ چیز دیگه ای. یک راست دارم یه آرایی که 6000 تا آبجکت توش هست رو رندر میکنم که این میشه پردازش سنگین داخل این برنامه، چون رندر شدنش طول میکشه. حالا داخل برنامه شما ممکنه موقع آپدیت استیتتون یه عملیات ریاضی پیچیده‌ای داشته باشین، یا استیت آپدیتتون مثلا کلی چارت با دیتاهای مختلف رو رندر بکنه، رندرشون رو تریگر بکنه. خب حالا داستان اینجاست. توجه کنید که وقتی روی تب کاستومرز کلیک میکنم خیلی طول میکشه و علاوه بر طول کشیدن دیگه نمیتونم با هیچ المنتی روی صفحه کار بکنم. روی کاستومرز کلیک میکنم و بلافاصله میرم برای نوشتن داخل اینپوت. کلیک ABC. دیدید با تأخیر انجام شد، خیلی تأخیر داشت. یه وی هم حالا اضافه اون وسط زدم. دوباره انجامش میدم. کاستومرز، میبینید خیلی دیر انجام شد. این تجربه کاربری خیلی منفی رو به کاربر میرسونه و حتی اگه کامپیوترم از این کنتر می بود این خیلی بیشتر طول میکشید. خب بریم با استفاده از هوک یوز ترانزیشن این مشکل رو حل بکنیم. هوک یوز ترانزیشن رو از ریاکت ایمپورت میکنم. هوک یوز ترانزیشن، این هوک به ما دو تا چیز میده. یه دونه فلگ بهمون میده که بهمون میگه آیا در پس زمینه آپدیتی در جریان هست یا نه، که ما بعد بتونیم اگه دوست داریم یه دونه پیام یا لودینگ چیزی نمایش بدیم. و چیز دوم یه دونه فانکشنه که استارت ترانزیشن و توضیحش میدم. خب حالا باید بدونیم کدوم استیت آپدیته که این کندی رو داخل برنامه به وجود میاره. وقتی که روی تب کاستومرز میذاریم این اتفاق میافتاد. خب این تب کاستومرز منه، این آن کلیکشه و اینم ست اکتیو تب. این همون استیت آپدیتیه که باعث این کندی داخل برنامه میشه. حالا من میام با استفاده از ترانزیشن ها این استیت آپدیت رو نان بلاکینگ میکنم. برای این کار باید استیت آپدیتتون رو که اینجا همین ست اکتیو تب هست رو داخل یه فانکشن بذارین و اون فانکشن رو به عنوان کال بک به استارت ترانزیشن پاس بدین که من اینجا همه رو یک کله میکنم. استارت ترانزیشن، یه کال بک بهش میدم و ست اکتیو تب رو بهش میدم. خب این ایز پندینگ هم اینجا استفاده میکنم. میگم اگر ایز پندینگ ترو بود بگو لودینگ، در غیر این صورت همون کاستومرز رو رندر بکن. بریم ببینیم. خب بریم ببینیم مشکلمون حل شد یا نه. مشکل این بود که وقتی روی تب کاستومرز کلیک میکردیم، چون آپدیت استیت و رندر دوباره یو آی طول میکشید، نمیتونستیم با اینپوتمون کار بکنیم. من الان روی تب اوردر کلیک میکنم، دوباره برمیگردم به کاستومرز و در این حین که داره رندر میشه سعی میکنم با اینپوتم کار کنم که ببینم مشکلم حل شده یا نه. رو اوردر کلیک میکنم، برمیگردم به کاستومرز، مستقیم میرم روی اینپوتم، بله دیگه کار کرد. ایول. نکته‌ای که با در نظر داشته باشیم اینه که ریاکت تضمین نمیکنه که استیت آپدیتمون چیزی رو بلاک نکنه. در ازاش تمام تلاشش رو میکنه تا برنامه ما رو اینتراکتیو نگه داره. یعنی ممکنه که باز هم وقتی که از یوز ترانزیشن استفاده میکنین داخل برنامه‌تون کندی ببینید، ولی خب استفاده کردنش خیلی خیلی بهتر از استفاده نکردنشه، چون وقتی که استفاده میکنین تا یه درصد خیلی مناسبی احتمال اینتراکتیو بودن برنامه‌تون رو بالا میبرین. مرسی که با من همراه بودین. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.